بسم الله الرحمن الرحیم. با کانال خوشحال اکادمی خوش آمده اید. گران و منگرو خوشحال اکادمی کانال تخیر آغلان. دوستان عزیز، ما در این کانال برایتان دروس آموزش پشتو را در خانه آماده می کنیم تا به آسانی پشتو بیاموزید. گران و منگرو، موږ تاسو ته نن د پشتو ژبې اسانه توګه آماده کوو. درس اول خود را از حروف الفبا پشتو و تلفظ آن شروع می نماییم. در اول درس موږ خپل الفبا حروف نه شروع کوو که الف ب ف ت ت. این ت مانند دال یا ر یا نون گاف. با صدای خود را پرقدرت می کنیم. صدای خود را پرقدرت می کنیم تا دبل شود. س جیم ج ه خ س. این سه را ما مثل مانند سه عربی تلفظ می کنیم. زبان خود را به نوک ثنایا می چسبانیم. ز دال دال. این دال مانند ت باید پرقدرت شود. حروفایی که پندک دارد باید پرقدرت کنیم که دبل شود و تلفظ آن صحیح می باشد. ر ر ز ژ ژ دین شین خین صاد داد ت ز عین غین ف قاف کاف گاف. زبان پشتو هیچ گافی ندارد و ما می توانیم گاف خود را از این کافی که پندک دارد استفاده کنیم. این را به شکل گاف تلفظ می کنیم. گاف لام میم نون نون. این نون باز می بینیم که پندک داره. این پندک خود را دبلتر می کنیم و تلفظ آن صحیح می باشد. واو ه همزه. این یاها که در پشتو 5 تا یا داره. این یاها را یک تلفظ دارد و با جمله ها در ویدیو بعدی استفاده می کنیم. و حالا می رسیم به سر اعداد. اعداد پشتو امروز تا از 0 تا 9 می خوانیم. 0 که در پشتو هم 0 می گوید. 1 2 3 4 5 شپک. این شپک رو میتونی هم از ژ استفاده کنیم هم گاف. از دو لهجه میتونیم استفاده کنیم که اگر میتونیم از گاف که لهجه مرکزی می باشد و میتونیم از ژ که لهجه مرکزی که لهجه مشرقی می باشد میتونیم استفاده کنیم. و ات نه. و دوستان عزیز، اگر این ویدیو برایتان خوشایند بود لطف کرده کانال ما را سابسکرایب کرده، آیکون زنگ را فشار دهید و دوستان خود را شیر کنید. گران و منظور اگر ویدیو خوشم شده لایک کنید، سابسکرایب کنید، خود دوستان را شیر کنید تا ویدیوی دیگر